میگیم با همه دوستداران و هواداران عالمی رنگین و زیبا و ناتکراری کودکان. منظر شماست برنامه نوبتی ангубин طریق تلویزیونی بهارستان از مرکز زیرخوشی کودکانه ماداگاسکار. ما در هر برنامه میکوشیم تا شما رو با هنر و مهارت باز خردسالی سوی بی‌سعدادی دیگر آشنا گردانیم و این تنها بهره بالید روحی شماست دوستان عزیز. قهرمان برنامه امروزمون پریناز می باشد. او هنوز 5 سال دارد ولی نوابسته به این خردسالی خویش خیلی زیرک و کنجکاو است و معلومات‌های زیاد را می‌داند. خب اگر شما با دیگر پهلوهای هنر و مهارت این کودک صاحب استعداد آشنایی پیدا کردن خواهید، پس جریان برنامه نوبتی ангубин را همراه باشید. و تماشابینان عزیز خاطررسان می‌کنیم که این زمان ما در مرکز زیرخوشی کودکانه ماداگاسکار قرار داریم و همه آن صداهایی که شما میشنوید صدای زیرخوشی کودکان است که این با برنامه ما باز فرح میبخشد. سلام پریناز. سلام. شما رو با برنامه ما خوش آمدید میگیم. رحمت. پریناز میتوانید خود را به تماشابینان تلویزیونی بهارستان با همه نفرانی که شما را تماشا کرده ایستادند معرفی کنید. بله. مرحمت. من اخونزاده پرینوز 5 ساله هستم. آفرین. پریناز شما در عائلتان چند نفرید؟ ما در عائله 6 نفریم. پدرم، مادرم، اپام نوشین، اکام فرهاد، دادرم فاتح و خودم پریناز. آفرین پریناز. درباره یگان اعضای عائلتان شعر میدونید؟ مثلا درباره مادر. بله من میدونم. خب مرحمت. خوش روز مادرم، دل سوز مادرم، گنجی یگانه‌ام، خوش ردی خاورم، فرزند تو بزرگ، فرزند تو کلام، مانندی زندگی، عمری تو جاودان. با یک شعر دیگه با میدونم. باز میدونید مرحمت؟ آفتابکم چگونه مثل گلی بابونه، سفیدی نازنین، آلچه جانی من برین، آلوچه گلی بادم، من دخترکی دادم، دادان شینان چای خورن، من چای رزک دادم. آفرین. یعنی این شعرتون درباره پدر بود ها؟ احسن به شما. پریناز شما درباره پدر و مادر شعر گفتید، اکنون میتوانید درباره بیبی و بابا شعر خوانید؟ بله. مرحمت. چشمادی بابا گردیده خیره، راهنمای او حاجا منیره، بیبی جانم به آید، دیل و جانم به آید، از راه دور به آید، بزور به آید. بیبی بیان ما خورسند، کسه هایش پوریخند، مغز و مویز بیارد، نانی لذیذ بیارد. آفرین پریناز. من درباره خواهر شعر میدونم. درباره خواهر شعر میدونید؟ بله. خوب مرحمت. اگر نمی بود خواهرم گلدار، نمی شدم من از خوابم بیدار، نمی کردم من دستم را تکرار، نمی کردم دستم را تکرار، دو می گرفتم جایی 54، نمی گرفتم اگر 54 از من میرنجید خواهرم گلنار. آفرین. یعنی شما درباره خواهرکتان نیز شعر خواندید، همین طور نه؟ احسن به شما. پریناز ما در کجا زندگی میکنیم؟ در جمهوری تاجیکستان، شهر دوشنبه، ناحیه فردوسی زندگی میکنیم. احسن. انا اکنون درباره جمهوری تاجیکستان، شهر دوشنبه و عموما وطن یگان شعر میدونید؟ بله. مرحمت. وطنی من، جانی من، نور دو چشماتی من،
آهو شیرین نباید راحت روانی من. آفرین. شما درباره شهر عزیزمون دوشنبه یگان شهر میدونید؟ بله. خوب مرحمت. دوشنبه پایتختی هول بهشتم، بروی برگ گل نام من نوشتم. دستی مکس و بخت و سعادت، مکانی علم و فرهنگ و محبت. به نهایت خوب. اما که مادام که سخن درباره وطن میرود، مقدسات ملت را نامبر کرده میتوانید؟ بله. مرحمت. پرچم، نشان، سرود ملی، کتابی کانستیتوسیا. آفرین. اما با من گوید که پرچم جمهوری تاجیکستان از چند رنگ عبارت است؟ از 3 رنگ عبارت است. آفرین. کدام رنگ ها؟ سور، سفید، سبز. آفرین. اما اکنون درباره پرچم جمهوری تاجیکستان اگر شعر گفته میتوانید؟ بله. مرحمت. پرچم تاجیکستان 3 رنگ کرده در بر، دری آن شکوفته گلهای 7 اختر. سرخ بود نشان اسب و جانثاری، رنگ سفید رمز است اقبال و بختیاری. در رنگ سبز درج است سبزی های کشور، باید که رنگ سبز باشد این خاک ما سراست. معنی 7 اختر 7 اقلیمی جهان است، یا 7 وادی بخت در ملک تاجیکان است. آفرین. اما اکنون با من گوید که درباره نشان دولتی یگان معلومات دارید؟ میتوانید گوید که در نشان دولتی چی درج یافته است؟ کتاب، پخته، گندم، آفتاب. باز چی؟ تمام؟ خیلی خوب. اما اکنون با من گوید که سرود ملی رو کی نوشته است؟ سرود ملی را گلنظر کلدین، آهنگ سلیمان یودکوف. دیاری ارجمندی ما، به بختی ما سری عزیزی تو بلند باد. سعادتی تو دولتی تو بگذر باد، زی دوری زمانه ها رسیده، به زیر پرچمی تو صف کشیده. زنده باش ای وطن تاجیکستانی آزادی من. آفرین. البته ما میدونیم که شما همه پارچه های سرود ملی جمهوری تاجیکستان را میدونید، ولی برای تماشا بینی ما و برای برنامه یک پارچهش کفایت است. قهرمان‌های جمهوری تاجیکستان کی‌هایند؟ آنها 6 نفرند. صدرالدین عینی، بابا جان غفور، میرزا ترسوزاده، امام علی رحمان، شیرینشاه شاه تیمور، نصرت الله محسود. چنانی که همه ما میدونیم در قهرمانان ما نفرانی هستند که اشعار ایجاد نموده خود رو دارند، یعنی شعر و غزل‌های خود رو دارند. همین خیلی نه؟ شما مثلا از استاد صدرالدین عینی یگان شعر میدونید؟ نه، از میرزا ترسوزاده. خب مرحمت. از میرزا ترسوزاده گوید. کودک میگشت با قوطی خود، در خیابانی لبی بحری کبود. میتوانست که در چشم او خبری از مقصد پنهان او، میدید با هر طرف با جستجو سوی رهنما آورده رو. آگهی میداد سیمای پسر و اینجا آنرست از ملکی دیگر. او نریزانده از خون ناخون در همین شهری لبی بحری کبود. گاش معلوم که افغان بچه ساده گمراه نادان بچه است. گاش معلوم که مهمان آمده است، مهمان از ملک افغان آمده است. گفتم ای سیاه هندی کاگولی، کودک در حکم گلی،
جسم خود را به پشت هندوکوش که هوا میده از چی میگردی خموش یاد را وقتی سیاه رانده است بادی افغانگر پرانده است یاد را کسی گفت در هندوستان رزقشان از چون آب بیروا هرچی پیدا میکنی نان مهیا میکنی میره در جویهایش جوی آب در تمام فضلایش شیرو شرا بلکه آوردی هنگامی سفر جنتی افسانگی را در نظر این زمین کرده است از زوری کن فکری عالم را اسیری خویشتن خوب میدانم که سوی این یار آمدی مانندی کف که سود خور آمدی که جهانگیری کنی ظلم بخش و جانگیری کنی آمد تا خونی هندو را خوری بخت بر آب نقصت بری آمدی یا بینانی خیش را زینه دار خود جانی خیش را گوشنگی پرتافته به خیر و خوش در پس کوه بلندی هندوکوش ای جوانگردی جوانی کابولی کودک رهام گلی هم پدر هم مادری بیکاری تو چشم است در راه بازاری تو خوب میدانم که سوی این دیار آمدی مانندی کف که سود خور آمدی که جهانگیری کنی ظلم بخش و جانگیری کنی آمد تا خونی هندو را خوری بخت بر آف نقصت بری آمدی یا بی نان خیش را زینه دار خود جانی خیش را خوب میدانم که سوی این یار مانند آمدی مانندی کف که سود خور آمدی که جهانگیری کنی ظلم بخش و جانگیری کنی آمدی تا خونی هندو را خوری بخت قصت بری آمدی یا بی نان خیش را زینه دار خود جانی خیش را گوشنگی پرتافته به خیر و خوش در پس کوهی بلندی هندوکوش ای جوانگردی جوانی کابولی کودک در حکم گلی هم پدر هم مادری بیکاری تو چشم است در راه بازاری تو مثل تو سیاه خوردی نامراد در جوانی من ندیم روشان میشویدن از در شبهای تار مثل تو افسانه های بیشمار او به من میگفت در سمت جنوب کشور بسیار زیبای است و خوب. آفرین پریناز، تشکر زیاد که برای ما چنین داستانی پرمضمون را پارچه از چنین داستانی پرمضمون را قرائت نموده. تشکر زیاد. تماشاچیان عزیز خاطررسان می‌شویم که این زمان پریناز برای ما پارچه را از داستانی سیاه هندی میرزا ترسونزاده قرائت نمودند و برنامه ما تا حال ادامه دارد. ما را همراه باشید. پریناز، شما خوندن و نوشتن رو میتوانید؟ خب اگر ما به شما حرف‌ها و رقم‌ها رو نشان دهیم آنها رو میشناسید؟ خب بیایید میسنجیم. تماشاچیان عزیز، چنانچه که شما از برنامه‌های گذشته آگاه هستید، ما در هر برنامه مهارت کتابخوانی اشتراکیانمون رو توسط همین گونه لوحه‌ها میسنجیم و این نوبت به پریناز رسید. خب پریناز، انا اکنون با ما گویید که این کدام حرف است؟ با حرف ا شعر میدونید؟ بله. مرحمت. ما الفبا خود هستیم با ظریف و سیف الله باش وسط آفرین محمد الله لطفالله. آفرین. انا این کدام حرف است؟ ب. مرحمت. با حرف ب شعر گوید. برچه من جنگلمو است با آن همیشه روزم نکو است. خیلی خوب. حرف نوبتی؟ و. کنی با حرف و شعر گوید. وطن با من مادر است به جانم برابر است قدسات وطن چو دل برا دربر است. آفرین. انا این کدام حرف است؟ پ. کنی با حرف پ شعر گوید. پرچمی خوش رنگی ما جلوه‌ات شادی فیضا موسی فردا روه تحت تو ای رهنما. انا این کدام حرف است؟ که. با حرف که یگان شعر میدونید؟ مرحمت. کتابی پرپند
خزینه پند با علم و دانش نمیتیاد فند. آفرین. این کدام حرف است؟ ف. با حرف ف شعر میدونید؟ بله. مرحمت. فیل آزار ندارد و کس کار ندارد در این همه بزرگی دل آزار ندارد. این کدام حرف است؟ خ. خ. آفرین. انا این چی؟ نه. با حرف ن شعر میدونید؟ بله. مرحمت. نعمتی مقدس نان دولتی به هر کس و من از گنج عالم نانگری مادر است. آفرین. انا این کدام حرف است؟ با حرف او شعر میدونید؟ بله. مرحمت. آفتابی زرین چشم جهان است با آن منور حسن زمان است. خیلی خوب. انا این کدام حرف است؟ با حرف ا شعر میدونید؟ بله. مرحمت. الک از چوب و سیم است این اسبابی قدیم است. الک های فروشی از بابای کریم است. خیلی خوب. انا این کدام حرف است؟ ده. با حرف د شعر میدونید؟ بله. مرحمت. دوتاری بابا ببین چه زیبا با ساز رقصم کریم و رعنا. آفرین. انا این کدام حرف باشد؟ ش. ش. با حرف ش شعر میدونید؟ بله. مرحمت. شعری باقی حیوانا گاه بزند فراد او لحظه او را بیشه میرسد بیاد. آفرین. انا این کدام حرف است؟ ز. با حرف ز شعر میدونید؟ بله. مرحمت. زنگی مکتب صدا کرد باسیمان دعا کرد زنگی فراق یاران از دل ما رها کرد. خیلی خوب. انا این کدام حرف است؟ یا. با حرف یا شعر میدونید؟ بله. مرحمت. یال اسمش بگونا شانه میکند بناس سری خود را جمانده این امرا خواهد باز. آفرین. انا این کدام حرف است؟ ت. ت. با حرف ت شعر میدونید؟ بله. مرحمت. تربوز آور انگوبین تربوزی خوب و شیرین این عملی نیک او لایق صد آفرین. پریناز آفرین به شما. ما باوری داریم که شما همه حرفا رو میشناسید و با همه حرفا شعر نیز میدونید، ولی اینجا فرصت نهایت تنگ است. برای همین بیاید اکنون رقم ها رو میگیریم. همین طوره؟ انا اکنون نوبت به رقم ها رسید. من این لوحه رو به شما میدهم، شما خودتان حساب میکنید. همین طوره؟ بله. خب از یک آغاز کنید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. آفرین. آیا شما با زبان‌های دیگر هم حساب کردن میتوانید؟ خب مرحمت. با زبانی روسی حساب کنید. 1 2 3 4 5 6 سم. 8 9 10. آفرین. مادام که شما رقم ها رو میشناسید و حساب کردن میتوانید، معلوم میشود که جمع و تر و ضرب و تقسیم نیز کردن میتوانید. ها؟ بله. خیلی خوب. کنی برای ما جدول خانه 3 را گفته میتوانید؟ جدول ضرب را. ضرب رو نمیدونم. 2 3 رو میدونید. هم مرحمت. 3 کر 1 3 کر 2 6 3 کر 3 9 3 کر 4 12 3 کر 5 15 3 کر 6 18 3 کر 7 21 3 کر 8 24 3 کر 9 27 3 کر 10 30. آفرین به شما پریناز. شما با زبان
روسی نیست شعر میدونید این درست است؟ بله میتوانید برای ما یگان شعر خواند؟ بله مرحمت Это наша школа, это наш класс. Здесь нас учат, учат читать, учат писать, учат нас картинки рисовать. Сами вещи не растут, вещи здесь нужен труд. Карандаш, тетрадь, перо, партидоский стол, окно, книжку, сумку, береги. Не ломай их и нерви, бриса сумку посмотри. Вот тетради, рататри, ручка и еще тетрадь, кто умеет сочетать. تشکر زیاد پریناز. ما باوری داریم که شما شعرها و معلومات‌های زیاد میدونید ولی برای برنامه ما همین قدرش کفایه است و البته که ما شما رو در برنامه‌های دیگر دعوت کرده باز با شما هم صحبت میشویم و شعرها و معلومات‌های شما رو گوش میکنیم. همین خیلی نه؟ خب شما در آخر برنامه چی گفتن میخواهید؟ من به همسالان خودم گفتن میخواهم که پدر و مادر کلانسارا را احترام کنید. دانش طلب بزرگی آمو تا بهتر روزت از روز. این چنین میخواهم که شعر وطن را خوانم. مرحمت. تاجیکستانی زیجان شیرین ترم، تاجیکستانی جوان و دلبرم، مثلی طفل دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیرین مادرم. آفرین به شما. انا این توفه زیبا به شما از نام مرکز دلخوشی کودکان ماداگاسکار رحمت. به شما پسند آمد؟ بله. خیلی خوب و تماشابینان عزیز در همین جا میرسیم به فرجام برنامه امروزه انگوبین. ما اهل ایجاد برنامه اطمینان کامل داریم که در کشور ما چنین کودکان خرسوق و صاحب استعداد به مانند پریناز و دیگر شریکان برنامه انگوبین بس زیادند و اگر فرزند شما نیز شعرهای زیاد میداند و نوابسته به خردسالی خویش یگان معلومات را از خود نموده است و یا او یگان هنر و مهارت مخصوص دارد پس برنامه انگوبین معرفی استعدادی است. نشانی ما شهر دوشنبه کوچه شهر سویک تلویزیونی بهارستان. همزمان شما می توانید با رقم‌هایی که عین زمان در اکران‌های خود دیده شده با ما در ارتباط باشید تا دیدار نوبتی در برنامه انگوبین.